محترم، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون و ورزشگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شهر تبریز. بیرانوند، پاس خوب دانیال اسماعیلی فر، فرصت برای تراکتور، دروژدک ضربه‌ای که میزنه و توپ از بالای دروازه به بیرون میره. چقدر خوب بود، با 3 حرکت توپ رسید به دروژدک. توپ در چارچوب نبود، خودش هم شوت رو میزنه و توپ بلوکه میشه. دوباره این بار از سمت راست فرصت، یه ارسال بلند، یه موقعیت، یه ضربه سر که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. دروژدک ارسال خوب و یه ضربه سری که در چارچوب نبود. دروژدک نتونست ضربه سر رو کامل بزنه، توپ از کنار دروازه فجر به بیرون رفت. نتیجه همچنان کورنر رو برای دروازه فجر ارسال بکنه، کوتاه کار میکنه. هاشم نژاد رو به عقب برای مهدی شیری، دوباره برای پوستونسکی، این بار یه ارسال بلند، یه ضربه سر از امیرحسین حسین‌زاده و علی غلامزاده که توپ رو گرفت. دروازه‌بان مطمئنی نشون داده در ترکیب فجر. آمبروکوف، امیرحسین حسین‌زاده، حالا فرصت و توی دروازه دروژدک. ببینیم داور قبول میکنه یا خیر. ببینید صحنه رو. بله، و خطای هند گرفته شده، هند امیرحسین حسین‌زاده. چه اتفاقی در این مسابقه بیفته؟ محمد نادری، یه ارسال، یه فرصت و یه ضربه سری که بازم میزنه دروژدک و توپ از بالای دروازه به بیرون میره. خودش پشت توپ قرار داره ایگور پوستونسکی، یه ارسال، یه موقعیت و بالاتر از همه دروازه‌بان علی غلامزاده توپ رو کنترل میکنه. پرتاب رو سریع انجام میدن، موقعیت خطرناک برای تیم فجر و به توپ اثر گذاشت شجاع خلیلزاده و شوتی که میزنن در آشفتگی خط دفاعی تراکتور. در نهایت دانیال اسماعیلی فر توپ رو از اون منطقه دور میکنه. محمد نادری میتونه توپ رو ارسال بکنه اما رو به عقب کار میکنه. هاشم نژاد وارد محوطه جریمه میشه، در اون گوشه یه ارسال، یه موقعیت که ضربه سر و دوباره خود سینا، ارسال بلند، حسین شهابی با ضربه سر توپ رو رسون به شروین بزرگ. موقعیت خطرناک برای تیم فجر میتونه ایجاد بشه. حسین شهابی در گوشه میدان، ارسال بلند و توپ از بالا سر همه رد شد و به بیرون رفت. دوباره همون تکنیک همیشگی، سینا شاه عباسی برای غلامزاده، حالا اشتباه ایگور پوستونسکی، دروژدک، یه لحظه فرصت و توپی که تکل بازیکن تیم فجر به بیرون میره. پوستونسکی، یه ارسال بلند، ضربه سر اول رو فجری ها میزنن، به توپ اثر گذاشته دروازه‌بان. بعد اون چروین بزرگ، حالا فرصت برای تراکتور، میتونه در عرض پاس بده، خودش شوت رو میزنه که توپ بعد از برخورد با بازیکن فجر به بیرون میره. هاشم نژاد، خود هاشم نژاد یه نفر رو دریبل میزنه اگر بتونه توپ رو ارسال بکنه که موفق نیست. نادری، خود نادری، یه ارسال بلند و برگشت توپ، دوباره ضربه سر، اونجا توپ رو بر میگردونن بازیکن تیم فجر. ایگور پوستونسکی، دوباره یه حرکت، بوشکایا، یه پاس خوب، امیرحسین حسین‌زاده، فرصت، یه شوت، یه موقعیت
دانیال اسماعیلی فر تو سر توپ قشنگ ارسال، یه موقعیت که دروازه‌بان راحتی توپ رو گرفت. یه حرکت از بازیکن تراکتور، اشراکال ضربه رو میزنه و در نهایت دروازه‌بان تیم فجر توپ رو بر میگردونه. سیدلار، دانیال اسماعیلی فر، یه ارسال، یه ضربه سر تیرک دروازه رو به لرزه در میاره. دانیال اسماعیلی فر همچنان صاحب توپ، چربین بزرگ هم در کارهای دفاعی داره کمک میکنه و در نهایت توپی که بعد از برخورد به روشکایا به بیرون میره. روشکایا برای دانیال اسماعیلی فر، یه فرصت و دوباره ضربه سری که این بار خطرناک از کنار دروازه به بیرون میره. دوباره حرکت دیگه، یه شوت از راه دور که با فاصله زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت. حالا باید دروازه‌بان بازی رو آغاز بکنه. پاس برای هالیلوویچ، یه سال، یه موقعیت برای حسین زاده به توپ نرسید و علی غلامزاده سریع از دروازه خارج شد و توپ رو مال خودش کرد. یه ضربه تیرک دروازه و دروازه رو نجات میده. چه موقعیتی داشت، یه لحظه جا موندن بازیکن تراکتور، چه موقعیتی ایجاد کردن بازیکن فجر روی ضد حمله و محمد نادری که به تنهایی دروازه رو نجات داد. ببینید صحنه رو، ساسان جعفری بود که شوت رو از زاویه بسته زد، تو به تیرک دروازه برخورد کرد، بعد اون محمد نادری خودش رو انداخت جلوی توپ و دروازه رو نجات داد. برمیگردونن و تمام. سوت پایان این مسابقه به صدا در میاد و دو تیم به تقسیم امتیازات راضی میشن. 0-0 مساوی. خیلی ممنونیم به خاطر همراهیتون دوستان. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا سلام دیگر. خدا نگهدار.